تکلیف قلبی دارم، تکلیف سینه قیدی دارم، بیوست مریض دارم. یک بچه معتاد در شبان معتادین است، اولادکاش پیشم است، یک بچه سر اعصابش خراب، یعنی 10-15 سره غیر کل راه بند، غیر راه خداوند که اینمی گفته خودت. اولترین خوشی ما روزی ما این دلمی بسته بود که زنگ برام آمد که بیاد فلانو جای یکون اینمی گپ، این میاد برگ می سوزانم جلو جندمی اون گپ خودت پیشتر که گفت یک خط داره، این اولادکا را سودکی مدرسه را ای میکنیم، دیگر که میشه میره یک توتنان پشتای دروازه میاره. که اینمی مشکل خانه ندارم، باغ ندارم، بطن ندارم، دکان ندارم، کدام مترک ندارم، نانآور خانه ندارم که بگاه 1-10 تا نان بگیره سونو خانه بیاید. هر جایی که میشینم کرا داده نمیتونم. این میاد در خانه دکتر و آدم بلوط بازی میکنه مر نمیشان. از 3000 کم نمیکرد. او را میگه همسایه دیگه حضورزاری که کمی بیچاره است بشانش 1,500 را تا ماه عمل وقت مانده که ماه عمل یک جای باز پیسه بده، یا ایست که میکشیم یا پیسه بده. خب میگم این گشنه میره کنن از پشتای دروازه. اون میگه به خودت نمی کوشش پدر و مادر است که مدرسه را ایش مدرسه که میره برگ جمع میکنه، ازم جمع میکنه، برگ نیست زانم اینجوری دیگه مباقی جلو جندم ازم کت تفت بویم اساسیت دارم، شب تا صبح ندارم، نفسم که را قید میشه میگم نیستم نفسم مگم پس این مجبور به خودکشی رسانده ما را. چی آرزو این نیست که کمک، اینمی من شخصا برای کمک دارم، اینمی شخصا من خودم میگم میرم خسته و شیشته نمیتونم، تیمم که میزنم که نماز میخوانم میگم خدایا دیگه تو میفهمی روز دینده گفته خودت توست تا که روزی نتی مرگ نمیدی. این امروز خوشی من اینمی است که گفتم زنگ برام آمد که بیا که این کمک امو که گرفت نام مرا خدا جان برکت بده.